او مرد دو زن دارد یعنی بله. بله اون مرد دو زن من دارد، بله اوله بله فهمو اولش در فهمو افغانستان. فهمیدم. این به همه هست، به همه فرزند است. این میراث پدر به همه فرزند است. میراث پدر فقط به زن یکم فرزندش یا به زن دوم فرزندش نیست. میراث پدر به همه فرزند ها است. مردها به دو برابر، زنها به یک برابر، دخترها به. باید میراث شرعا تقسیم کرده شد. بله. بارک الله فیک. همینجا اکنون این زن او خانه را فروخته، یک خانه یک خانگی گرفتگی است. اکنون به اونها مثلا چی مقدارش رو بدهد؟ اینجا ما این چیز به حالا اینجا جواب گفته نمیتونیم. این به خودش حساب کتاب دارد. اولا اینجا باید فهمیده شود که اینو چند پسر است از یک زن اول و چند پسر از زن دوم، چند دختر از زن اول، چند دختر از زن دوم، و هر دو زن اینجا فروع فرع الوارث، یعنی این انسان هایی که گیرنده اصلی وراثت هستند، پسر و دختر باید انیق اول شمرده شود و بعد از این پول مال را معین کرده شود و بعد از این تقسیم کرده می شود در بله. اساس پول الله گفته است. ببخشید پس از خانتون استاد، زن اول یعنی که فرزندها دارند، زن دوم فرزند ندارند، تنها خودشان هستند. این دیگر مسئله است. برای همین میگم که این مسئله را تنها به تنها حل کرده میشد. فرزند تمام. نداشتگی باشد، فروع اصل این جنس سمون میگیرد، مادرش سمون میگیرد. اگر مال به 8 قسم تقسیم کنیم، یک قسم میشه انا همون بارک الله فیکم مادرش میگیرد. بله والله اعلم.